امامان جمعه، پدر، برادر، هر که بر دیگری حکم میرونه. خب طبیعی است دیگه، تو این جامعه که جامعه استبدادیه و جامعه است که جباریت استبداد را اشاعه میده، باید این دو باشه. آقا معلم مداد میذاره لای انگشت دانش آموزی که من باشم، مثلا مشق من نوشتم یا درس ما روون نبوده یا اشتباهی توی دیکته داشتم. آقا پاسبان سرات الان پاسدار دیگه، وحشتناکتر، سبز میشه، خلافی کردی میبره، آفتابه تو گردنت میکنن، تو را میچرخونن، سرتو چهارراه میزنن، نمیدونم میبرن تو بیابونه راحت میکنن. محصول این مسائل، این مصائب بازدهیش چیه؟ تولیدش استبداده. من اگر در خانه جباریت استبداد نشون بدم، به کار ببرم در حق بستگانم، بچه ها یا دیگرون، خب بچه ها میآموزن دیگه، آموزشیه، باز تولید میشه. اینه که باید اگر در جامعه‌ای ما بخوایم استبداد، جباریت رخت بربندد، باید در درون مردم انقلابی صورت بگیره. مردم در خودش اصلاحات به وجود بیارن، انقلاب به وجود بیارن، دگرگونی به وجود بیارن که مستبد نپذیرن. نمونه مشخصش بسیار رقتباره که من بخوام برم بنشینم صبح زود ساعت 4 و 5 صبح صف اول که رقص مرد بر چوبه دار ببینم. این ننگ بر یک انسان، این ارزش انسان میبره زیر سوال. عزیزان من، در تاریخ نوشته خواهد شد و فردا پاسخ باید بدید. نکنید تا دیر نشده. اگر میتونید آزاد کنید، حتما میتونید شرکت نکنید، چون اینها حقانیتشون رو از این طریق به دست میارن. وقتی که حکومت‌های استبدادی مردم پشت بهشون بکنن، توجهی به اعمال و حرکاتشون نکنن، با اونها همراهی نکنن، خب طبعا اینو از غلطا نمیتونن بکنن دیگه. خب پس چه میشه؟ اینه که یه خلافکاری میگیره آقای پلیس، اول مردم اونو میگیرن، یه مفصل کتکی بیچاره مادر مرده میخوره، بعد میدن دست پلیس. پلیس و صاحب منصبان دیگه مسئولین هم اونقدر به آدم میزنن که این اگر تخم مرغ دزدیده فردا شتر دزد میشه دیگه. خب اینها نمونه غلط فرهنگ یک جامعه استبدادی است. میگه آدمکشی را به دار می آویزند و سپس مردمی که خلق خوی جباریت بخشی از وجود آنهاست گرد چوبه دار جمع می شوند و تخمه می شکنند و قهقه می زنند. رقتبار این است که این گونه مردمان جاهل صبح زود از بستر خواب برمیخیزند و تا جایی که نزدیک باشه به چوبه دار اونجا را تصاحب کنند. مثل دارن یه فیلم کمدی در نگاه میکنن، نمیبینن انسانی حالا اشتباهی کرده، حتی جنایتی کرده، ایشون باید مداوا بشه، باید روانکاو، روانشناخت با این کار بکنه. این چه شده که درونش در هم ریخته شده اقدام به انسان کشی کرده؟ مگر با کشتن و اعدام کردن مسئله آدم کشی حل خواهد شد در جامعه؟ نه، بدتر خواهد شد. خب این همش نشأت گرفته از دین نامیمون اسلامی که چشم در مقابل چشم، دندون در مقابل دندان، هر کس بر علیه پیغمبر ولی فقیه قرآن حرف بخواد بزنه محضور دم طاغیه، نه باید خونش ریخته بشه. نیست، حقیقتی است. ما به خاطر بقاء دین، به خاطر تهذیب اخلاق و از این کلمات قلم به سلم به رفتار دیگران ناچاریم تعزیه کنیم، ناچاریم اینا را جزیه بدن، ناچاریم دگراندیشان را بگیریم و بکشیم، چون به خاطر خداست. ما منبعث از دین، ما از دین خداست و ما نمایندگان خدا هستیم. هر کس بخواد بگه کاری به دین نداره، دقیقاً در ارتباط با دین، مذهب و مسلک همین است که این فجایع 30 و اندی سال در ایران جاری و ساری است. حالا به خاطر اینکه ما به شخصیت انسان ها احترام بذاریم،
به ارزش انسان ها، به گوهر درونی انسان ها احترام بذاریم، باید با استبداد، با جباریت به هر شکلش مبارزه بکنیم. باید پالایش بدیم خودمون از این مخروبه هایی که در درون در دهلیزهای ما لونه کرده، باعث تخریب میشه. و اینم بدونیم که اگر این کار نکنیم، عملا هر روز ما شاهد به دار آویختن انسان‌هایی هستیم، حالا با گناه یا بی گناه که تعریف خاص خودش داره، این گناهش چه بوده، بر چوبه دار که هیچ نتیجه هم نخواهد داد. و از همه مهمتر عرض کنم که این فاجعه ضد انسانی باید یه زمانی در یک جا متوقف بشه. و اینم عرض کنم که مستبدین بسیار انسان‌های ترسو، بسیار انسان‌های دروغگوی هستند و دنبال دشمن‌های موهوم می‌گردند و از همین طریق، از همین کشت و کشتار هاست که در جامعه میخوان ابهتشون، قداستشون، اقتدارشون رو حفظ کنن. لذا باز هم از شما هموطنان عزیز، مردم آزادی جهان میخوام که تا دیر نشده، تا ایران به ویرانه مطلق گرفتار نشده، اقدام کنید به هر تقدیر، به هر شکلی که خودتون میدونید. در انتخابات مسخره کذاییش که هیچ فرق با انتخابات قبلش نمیکنه، قانون اساسیش منبث از قرآنه، ولی فقیه وجود داره، شورای نگهبان داره، شورای مصلحت داره، هیچ تغییراتی هم صورت نگرفته. خب شرکت کردن در انتخابات چه مزیتی داره؟ چه فرقی میکنه با انتخابات قبلی؟ خب بخشا میگه آقا تنور اونا باید گرم نگه داریم. بله، تنور اونا همیشه گرمه، اونا غارت‌های خودشون دارن، چپاول‌های خودشون دارن و الان هم خوشبختانه دزدی‌های کلانشون رو شد. خب بار اولش نیست، اونجا بود که چند تن آهن طلا رفت، آهن شد. آقا آهن بود، طلا نبوده. به هر صورت دستاتون رو به گرمی میفشارم و براتون آرزوی توفیق میکنم و امیدوارم که از این سخنان کوتاه من حداقل کمکی باشه برای تجربه اندوزی همه ما به خاطر بهبودی روزگارمون. پیروز و موفق باشید. زنده باشید.